سلام رفقای قشنگم. امروز قراره که روی این موی پایه شیشه دکلوره مواد گذاری کنیم. از رنگ کاراملی استفاده میکنیم. میخوایم ببینیم رنگ کاراملی روی موی پایه شیشه دکلوره چه رنگی رو میده. تک رنگ با اکسیدان 9% روی مو میذاریم. یادتون نره که رنگساز باید 10 دقیقه روی مو باشه. حالا من این رنگ رو 1 ربع روی مو گذاشتم چون پایه موها به هر حال پایین بود و بعدش نایلون میکشیم روش و به این رنگ رسیدیم. یه رنگ کاراملی شاین دار. میبینی؟